ما یک نقطه دیگه در میخوام صحبت کنم. یک بعضی چاپلوسا در همه ساحه هستن واقعا، اما در سیما یک مولوی و یک ملا و یک داملا و یک حضرت چاپلوسی واقعا زیبنده نیست، چون اونها نماینده دین هستند، ولی اون باید آزاد باشه و فکرش بیان بکنه، ترسی نداشته باشه، چون اون از خدا میترسه، چون از وقتی از نفر از پروردگار میترسه و پروردگار براش گفت است که چی چیزا برای تو حلال است، چی چیزا برای تو حرام است، چی چیزا را تو باید قبول بکنی، چی چیزا را باید قبول نکنی و هاکذا. و خوبتر و بهتر از ما و شما دیده اونها نماینده دین هستند، یعنی اونها خوبتر و بهتر میدونن. یک وقتای اخیر خب قبلا ما بسیار نفرای بودن که در از هر منطقه و از هر یک بخش و از هر یک نمیدونم شاخه‌ای که در تاجیکستان است بر آمدن، از امنیت، از مفتیات، از زبانها، از هر کجا. و امروز حکومت توسط کسانی که مذهبی هستند، دینی هستند، زیادتر اونها را آمیخته میکنن در سیاست و کوشش میکنن که اونها دست بزنن به سیاست و تحقیر بکنن، گپای قبیح بگن وطن آباد است، وطن تنج است، وطن صلح است، ثبات است، شما خاینه از خارج ملت گپ میزنین، شما که بیاین اگر چیکار کردین در این سال و چی چیزا، حرفای پوچ و بی معنی میگم، در حالی که نماینده دین هستند در برابر خواب از بین بردن مساجد و از بین بردن روسری زنها و از بین بردن اذان و از بین بردن به حج رفتن و ده ها قانونهای ضد قانونهای الهی برآوردن، خاموش بودن. ولی امروز میبروین رشاشون در همین قدر در سیاست کار دارن، در حالی که کاری شما نیست. شما مسئول دین هستین. امروز دین چقدر در کشور پایمال شده است، شما باید گپ زنید. با طور مثال هم یک مولوی است، بگذارینش مولوی است، همین داملا است. خب این همتون میشناسین. من نواراش وقتای اخیر زیاد تماشا میکنم، دست به سیاست میزنم و خطاب به محمد اقبال صدرالدین، به محیدین کبیری، به حسین اشرف و برای من هم یک خطاب کرده بودن، ولی هم نوارا او دلیل کردن دوباره. من دیده بودم میگه که شما از خارج کشور رفته خائنا وطن پس میزنید، سنگ میزنید. من برات میگم که داملا سراج‌الدین علمش از تو دیده بالاتر بود، اهل حدیث بود و خیلی علم خوب داشت، تو که علم نداری او قدری که اون داشت. همون نفر بردن زندان کردن، دوباره جواب دادن و باز بردن زندان کردن. و اگر همون داخل زندان ها بریم، بهترین دانشمندان و کسانی که در ایران خوندن، در زاهدان خوندن، امروز در زندان هستند. و تو از کسایی هستی که در ایران در زاهدان خوندگی هستی. برای مثال از زبان خودت، سخن از زبان لقمان خوش است که چقدر خودت میگی من در زاهدان خوندم. مرحمت دیگه همون چی کردن رسول خدا گفت که سلمان ای بیت مای، سلمان گفت همه خیلی ایو مردم هم خیلی مردم هم که دین دارم خیلی واقعا تاجیکای ما دین در سخت هم قاریایی که به در زایدان خطی ما درس میخوندن. تو فکر کرده که حکومت رحمانوف برای تو وفاداری میکنه و تو آزاد و آسوده میگردی؟ داملا اگر صدای مرا میشنوی و شاگردا و مریدا و نمیدونم همدیه ها و کسایی که دگیر رفت، اگر صدای مرا میشنوین و همون گوشکش برسونه که همون تیاخت چین خودت بزن داملا. و اگر هر چیز زودتر میتونی خب برای یک کشوری امتر برای و زندگی بگو که کوشش نکن که یک لطه شوی، کوشش نکن جای تو کنج زندان شوه. یک مدت شان حاجی میرزا یک شهرت داشت، یک شخصیت خیلی بزرگ شد، مردم دستگیریش میکردن، اعتقادش داشتن، نمازهای جمعه مسجدها پر بود، ایشان گوش کنی میرفتن و خدر صمیمیت نسبتش داشتن، دستارخوانهای خیلی بزرگ با تحفه ها با ما شاهد این مرکه های زیاد بودیم، با پول و با مال و با گوسفندهای زنده و مرده و ها کذا دستگیری خیلی داشتن. و وقتی که بالاخره آمد چنگ زد بر سیاست، حلال حرام گفت، حرام حلال گفت، یک ظالم گفت که اون بهترین شاه است، پادشاه است، در حقش دعا بکنید، شکرانه تنجو و آرامی و آسودگی وطن بکنید. و خداوند هست در بالای سر، پروردگار هست، انسان خداوند براش چی میتیه؟ نصرت میتیه، پروردگار براش آبرو میتیه و او پروردگار آبروش میگیره. و امروز ما و شما میبینیم که در گجا قرار داره. واقعا همگی میدونیم گروه نفرت میکنه، گروه بد میبینه، نه اون اشونی حاجی میرزایی است که قبلا محبت و بگیم یک شخصیت بود که مردم احترامش داشتن،
داشتن همه ما شنیده که او شخصیت دیگه نیست، درست؟ و امروز ای بر اومده است به همه اصول استفاده بردسته. یک نفر دینی مردم دعوت میکنه و آخرش شکرانه تنجی و آرامی و آسودگی وطن. و من برات میگم که پوتا چنی کورپای خود دراز کن. البته این تهدید نیست، این آگاهی است که بدونی که با غمی تو را میخرم. من دیدم برای تو در ایران خوندگی هستی، تو در زاهدان خوندگی هستی، کسانی که مثل تو در خارج، در پاکستان، در سعودی، در سوریه، در ایران، در هندوستان، در کشورهایی که اونجا دین است و اسلام است رفتن خواندن، اونها 80% در زندان است، 10% مهاجرت است، در غریب و در بدرش هستند و چند فایز دیگر در داخل وطن از جمله تو هستند که اینم خیلی چی میکنن، خاک پاشی میکنن. و اون دینی که آموختی، اون مبلغی که از حساب کدام مدرسه تو خوندی، او را در راه حلال استفاده بر و علم به خاطر سعادتمندی امروز و آخرت استفاده بر. از ما خیلی خرد یک برادر خرد نصیحت همی است که اگر گرچند بزرگ هم باشه اما نیاز به نصیحت واقعا داری. وقتی که من نظر میکنم میبینم تا دلم میسوزه واقعا که یک نفر مذهبی دینی در سیمای دین، در سیمای مذهب داخل شده استی، یک کارهایی را میکنی که به شأن تو نمیزیبه، زیبنده اون کلا و سلایی که داری نیست برادری گل. اگر که میتونی، اگر که تواناییش داری، خاموشی رو یکن، دنبال تربیه نسل شو، دنبال تربیه مردم بشو، قدرت و توانایی داری. اگر واقعا در تاجیکستان عدالت هست و عدالت دینی و فرهنگی است، مکتب و مدرسه میتونی باز کن، جوانا را تعلیم بکن، حلال از حرام فرق بکنن، فحشا را از چیزی پاک فرق بکنن، دنبال اون نصیحت و وصیت ها بشه. یک محراب، یک منبر پیامبر را بگی مردم درس بده، تعلیم بده، در جایی که ظلم است از ظلم گپ بزن، در جایی که ناعادت از او گپ بزن، در جایی که میبینی که واقعا جای تعریف و جای استایش است از او تعریف کن. اما هیچگاه رنگ سیاه را به سفید گفتن و سفید نمیشه. و خطاب من به خودم است که او برادرایی که همراه در زاهدان خواندن و او مردم تاجیکستان، اگه مثل یک سال اخیر چند نفر به 35 نفر بود، اگه 15 نفر بود، والله علم عکسشون در اینترنت بود، همه امروز زندان کرد. از ایران دپورت کردن، آوردن همش از زندان کردن. از کشور سعودی در این چند سال اخیر 10 نفر از دپورت کردن، امروز در زندان هست که بهترین قاری‌ها هست، بهترین علما هست. و ختم همون کسی است که در خارج خونده است. رحمانوف هیچ کسی را نبخشید است که در خارج خونده است، بجز از سید مکرم خائن بدبخت که دشمن دین و دشمن خداست. ولی ختم از قبیل اونهایی است که در خارج تعلیم دین گرفته هستند. یک مدت استفاده میبرند. من دیدگاه و نظرم این است که عین قضیه داملا سیراجدین بالای تا است. همون سناریویی که برای داملا سیراجدین کشیدیم، همون سناریویی که بالای دیگر داملاها و تیموری کی بود، یک تا اشون تیمور بود یا کی بود، او با چند زنگی بردن و یکی از اونها تو هستی که و بالاخره با فحشا شاید داملا رو با کدام نمیدونم خانم قبیله نوارد میبرو و شاید که با چند زنگی و با سه زنگی و شاید که با نمیدونم سلفیت یا که با وهابیت یا که با یک دین و مذهب دیگر گناهکارت میکن و میره زندان. این طبیعی است، چون تو در خارج خوانده استی، در خارج دین خونده است. حکومت رحمانوف هیچ کسی را نبخشیده است از خارج آمده باشه و آزاد در تاجیکستان باشه. اگر که آمده زیر فشار و هر روز دعوت و پولکنی است و یا اینکه در زندان است. و ختم کسی هستی که و باز هم 10 بار 100 بار میگم در خارج خونده هستی، احتیاط بکن. اگر که میتونی خب زندگیت عوض بکن، برای یک منطقه که امن استی تا زمانی که در کشورت عدالت میبیو. وظیفه‌ت از دعوت کردن، وظیفه‌ت از مردم آگاه کردن از ناحقی و از ناعدالتی، ولی وظیفه‌ت نیست دروغ گفتن، شیطانی کردن، نمیدونم سنگ ملامت بالای کسی زدن، کسی را تحقیر کردن، کسی را نمیدونم حرفای گفتن که تو در زبان درست نمیبیو، تو یک چهره دینی میبروی، از هم چاپلوسایی که هیچ سواد و هیچ عقل و هیچ خرد از او کمبودی نداری. کوشش نکن در سیمای دین و مذهب یک طبقه چاپلوسی نشان بده. خب یک نصیحت، یک وصیت، یک آگاهی برای تو بود و خصوصا همون نقطه‌ای که تو میگی من از زاهدان خواندم. یک بار دیگه اینا میبینیم برای اثباتش. مرحمت. سلمان گفت همه خیلی ایو مردم هم که دین در خیلی واقعا تاجیکای ما دین در سخت هم. قاریایی که به در زاهدان خطیمو درس میخوندن
бачаҳое ки буданд дар ин исботи аст ки ҳукумати Раҳмонов ҳеҷ гоҳ тура намебахшад. зери барномаи амният мехе мерай стоп бучуд рафтӣ. қурбонии сиёсати палиду пасиди зиндон 15 сол. мавлави чӣ ном дорад? Мавлави ман номша намедонам. мавлави бохтарӣ ба салафият ё ки намедонам ба шиа будан ё ки намедонам ба ваҳобӣ будан ба таблиғӣ будан гунаҳгор карда шуд ва қазияҳо зери дарҳои баста рафти зиндон. бурӯ ба хайр бачаш.